الحمد لله الكريم الجواد اللطيف بالعباد والمتفرد بالخلق والإيجاد المدبر أمور العباد سبحانه من هو إله يعلم السر وأخفى ويسمع الهمس والنجوى جل وعلا عن الأنداد والاشتباه والإزداد الكريم يلبي عبده كلما دعا نهار والليل في الدجى والغياب يقول له لبيك عبدي داعبا وإن كانت خطاء كثير معانبا فما ضاق عفو عن جريمة الخاطئ وما أحد يرجو نوالي بخانب فما ضاق عفو عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو ذوالي بخانب اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تنفس كروبنا وأن تستر عيوبنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ومن يذلل الله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يهدي فهو المهتد ومن يذلل فهو الضال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبان لأمته سبيل الرشاد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، امروز موضوع ما 21 سال عید وحدت ملی را نعمت بخوانیم یا نقمت. دقیقاً 21 سال قبل در چنین روز، یعنی فردا روز 27 ماه ایون، اولین ماه تابستانی گرمی که کالبد این ملت و دولت در حالت تنگنا و نابودی قرار داشته، این سازشنامه که امضا گردید نفس تازه به این کالبد این ملت بخشید. امضای سازشنامه استقرار صلح در پایتخت روسیه یعنی کرملین که نزدیک به یک عصر تاجیکستان عزیزمان در استعمارش قرار داشت صورت گرفت. نیم نگاه به تاریخ این حادثه های خونین. کرملین نقشه ها و پای یا ایز دست خود را در آغاز این جنگ داخلی کشور ما داشت و به هیچ وجه ثبات دولت ما را پس از پاش خوردن امپریای شوروی نمیخواست. تاجیکان یکی از اولین کشورهای پسا شوروی با شمار می رفتند که کاخ استعمارگری روس را در پای تختش با هیکل داهیشان به پرتوگاه تاریخ برچیده و برانداختند. اعتراض واقعی خود را به استعمارگران روس یعنی استعمارگران قلبی که استعمارگران رسانیدند و اعلان نمودند و دولت مراسای ملی را با احزاب ملی راه اندازی و روی کار آوردند. چنین اعتراضات گسترده متین و استوار در هیچ کشور پسا شوروی به واقع نپیوسته بود. این امر باعث گشت تا استعمارگران قصد خود را توسط قواهای جانبدار خود که از یک توده زندانیان و قواهای جنایی عبارت بودند بر علیه حکومت مراسای ملی به صحنه دعوت کنند و بر علیه این ملت و دولت ملی بشورانند. آنچه می‌خواستند و در سر می‌پرورانیدند به آن نائل گشتند و حکومت مراسای ملی را به اسیران خود سقوط کنانیدند. اما افسوس که ده ها هزار ملت تاجیک را به قتل رسانیدند و این کشور زیبای ما را به خاک و خون کشیدند و برای 100 ساله ها اقتصاد ضعیف آن را ضعیفتر و ولنگار نمودند. برای آن جنایتکاران سلاح به دست کشتن تاجیک یک عمل خیلی عادی بود. جنوب کشور به مقتلگاه تبدیل یافت که چنگیز به چنین فاجعه شرم می داشت که آنها انجام دادند. حکومت عراقی سلاح به دستان تاجیکوش به سرداری یک رئیس سوخازه که از کوچه علم و دانش و سیاست و دولتداری نگذشته بود تشکیل نمودند. در آغاز فکر کردند که این شخص یک فرد تصادفی و ناآگاه است
و هر وقت خواسته باشیم او را عوض می نماییم. اما این شخص تصادفی که او را موقتا در رأس حکومت گماشتند زیرکتر از آن برآمد که می پنداشتند. در اولین فرصت همه سرکردگان سلاح به دستانی که او را به این وظیفه گماشته بودند کشت و از سر راهش دور نمود. آنچنان شخص قاتل و به رحم و شفقت برآمد که به هیچ کسی رحم نکرد. هر کسی که در او عادی ترین نماد رهبری میدید به رحمانه میکشت و از سر راهش دور مینمود. همین طور داخلش را تا جای تازه نمود، ولی مخالفانش با قوت بودند و بر علیه آنها توان نداشت و هیچ راه جز صلح را نمیدید، زیرا او را با زانو نشانده و به تسلیم شوی وادارش نموده بودند. مخالفان حکومت تا اطراف پایتخت را در اختیار خود داشتند و نیمه از اداره داخلی پایتخت نیز در اختیارشان بود. جناب کشور قماندان‌های داشت که آنها اصلا حکومت مرکزی را اطاعت نمی‌کردند. لازم به یادآوری نام‌های آنها نیست، زیرا آنها را همه ملت می‌دانند و خوب هم می‌شناسند. شرق کشور و بدخشان اصلا زیر کنترل و اداره مخالفان بود. شمال کشور حتی خواهان تفکیک و جدا شدن از حکومت مرکزی را در سر می‌پرورانید. برای تقویت حکومت مرکزی و ثبات در کشور امضای سازشنامه صلح لازم بود. دیگر همه راه‌ها به بنبست روبرو گشته بود. امضای سازشنامه صلح یک دسیسه بود برای بقای امام علی در حکم. البته خود امام علی عبدالرحمن توان کشیدن این نقشه فریب را به تنهایی نداشت، زیرا او یک دهقان بود که سیاست و نقشه کشی را اصلا یاد نداشت. اشخاص بودند برایش این نقشه ها را می کشیدند تا او آنها را عملی نماید. مشاوران تحصیل کرده و فهمیده از بقایای نظام سابق اتحاد شوروی داشت که پس از عملی گشتن نقشه آنها را هم یکی پس دیگر سرنگون نمود تا مبادا خود را در این حکم و حکومت با او شریک دانند و او را طعنه نمایند که ما تو را در این طرح کمک نمودیم. آنها را نخست به وظایف دیگر و یا سفیری به دولت‌های بعید و دور فرستاد و همین خیل کاملا از سیاست آنها را دور نمود. مهم تقریبا 80% قرارهای یعنی که امضا در سازشنامه به امضا رسیده می توانیم بگیم که 80% یعنی که آن قرارهایی که در سازشنامه صلح پس از وارد گشتن مخالفان به کشور عملی نگشت. 80% آن چیزهایی که در یعنی که اوراق در آن سازشنامه در آن بندهای سازشنامه بود اونها اصلا تطبیق نگشتند. مخالفانی که به این ابلیس انسان صورت باور کردند و به وطن برگشتند و سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند فریب خوردند و تقریبا به کلی همه‌شان را با راه‌های گوناگون محو نمود. این حکومت دقیقاً همین امام علی و با اون نظامی مستبدی که یعنی که درست کرده بود تمام مخالفانی که وارد شدند با راه‌های گوناگون آنها را محو نمود و از سر راهش و کلی یعنی که آنها را دور کرد. میتوان گفت پس از مسموم کردن استادان سید عبدالله نوری و استاد همت‌زاده رحمت الله علیهم، یعنی که وقتی که این دو نفر را مسموم کردند و این دو نفر را یعنی که یکی از چهره‌های سرکرده مخالفان و مهمترین شخصانی که در این سازشنامه و در این صلح تاجیکان سهم بودند اینها را چیکار کرد؟ یعنی مسموم کرد و دیگر افراد سیاسی و نظامی با نفوذ سرشناسی مخالفان را کاملا یعنی که میتوان بگیم که از بین دور کرد و میتوان گفت تا سال 2010 در کشور مخالفان با نفوذ که حکومت امام علی بدون ایست بگوید، یعنی که با امام علی آنها اگر شخصانی که تا سال 2010 امکانی برای امام علی کلمه بیست و این کار را نکن یا از نفوذ و چهره و وجود آنها یعنی ترس و هراس داشت، دیگر تا سال 2010 اصلا از اونها یعنی که کشور کاملا پاک شده بود
و دیگر کسی نبود که با امام علی بگد نکن این کاره و یعنی که کاملا کشور برایش آماده و برای حکمی مستبدش آماده گشته بود. البته در این میان در شرق کشور مخالفانی را هم با بهانه‌های کوکنار 2009 و با نام‌های ساخته دیگر محو نمود و کاملا آغاز حکومت دیکتاتوری و مستبدی ظالمانه خود را این مرد آغاز نمود. دیگر کارهای میخواست انجام میداد و هر قانونی را میخواست به تصویب میرساند و کسی را گوش نمیکرد. آخران انتخابات سال 2010 2 کرسی در پارلمان برای هنیت داد، ولی از آن 2 کرسی نداشتنش خوبتر بود. تنها نام وجود داشت ولی در اصل هیچ تأثیری از آن 2 نماینده در پارلمان کشور، یعنی در تصویب قانون‌های ضد ملی و ضد آزادی‌های شهروندان که از طرف حزب حاکم و امام علی اتخاذ می‌گشت و اصلا دیگر وجود نداشت. امام علی هر کاری که می‌خواست پس از سال 10 یعنی که با آغازی یعنی یک مرحله نوین استبدادی در کشور آغاز گشت و هر چیزی که می‌خواست بر علیه این ملت انجام داد و این توده به مغز و این کلوش دپوتاتان یعنی که با امر و با آن اوامری که این مرد میداد اونها اطاعت میکردند. حتی نمیخواستند به پیشنهادها و انتقادهای اون 2 نماینده هنیت گوش دهند، زیرا دیگر آن پلان محوی که در سر داشتند تقریبا با مرحله های نهایی خود نزدیک میشد. بالاخره برای محو کامل مخالفان سیاسی به سلاحش پروتکل 3220 را امضا نمود و امر با آغاز محو کامل مخالفان سیاسی را از کشور به اجرا درآورد. دیگر تا انتخابات سال 2015 کاملا همه آنچه یعنی میخواست برای برچیدن مخالفان سیاسیش به انجام رسانید و در انتخابات این سال بیش از 60% آوازهای مردم را هنیت به دست آورده بود. برایشان در پارلمان کشور 1 کرسی را هم اختصاص ندادند. البته با هنیت حزب‌های دیگری هم بودند که حزب‌های معارض یا مخالف اونها را هم از صحنه سیاست کشور کاملا دور نمود، گویا بریری 5% را نگذشته باشند. زیرا دیگر نیازی نداشت به جای دادن چند حزب کیسگی در پارلمان برای خاک پاشیدن به چشم عالم اکتفا نمود. تنها در پارلمان چند حزب کیسگی جایگزین نمود و دیگر برای دیگر مخالفان اصلا جای وجود نداشت. این آغاز جنگ علنی و کاملا نقض و پایمال نمودن امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی بود. ماه مارس سال 2015 سکرات کامل این سازشنامه و با بالین مرگ قرار گرفتن مخالفان سیاسی کشور آغاز گشت. ماه سپتامبر آن سال با بهانه دروغین انقلاب حاجی حلیم نظرزاده نماز جنازه مخالفان سیاسیش را امام علی در کشور یعنی که نماز جنازه مخالفان سیاسیش را در کشور با امامتی به وضوح جناب امام علی عبدالرحمن در دادگاه عالی کشور ادا کرد و گذارید. چقدر افراد بیگناه را کشت و برای سالهای طولانی باقی مانده را روانه زندان نمود. بار دیگر مرحله فرار از کشور آغاز یافت. موج بازداشت‌های مقامات انتظامی علیه افراد آزاداندیش و فهمیده پرزور گردید. با هر راه و وسیله شهروندانی که در داخل قرار داشتند از کشور خارج گشتند. مطمئناً آنهایی که با این خیره سر این پلان شوم را مشورت دادند بزرگترین اشتباه را انجام دادند. ممکن است که این پلان در خارج از کشور اتخاذ شده باشد و در کشور تطبیق آن عملی گشته باشد. برخی کارشناسان این را کار دست مقامات کشور مصری می‌دانند که در مبارزه علیه اسلامی ها تجربه بای و تجربه یک عصره دارد. میبایست این طرح را در هنگام پلنیوم هنیت عملی می‌کردند و همه را در آنجا رؤسای هنیت را بازداشت می‌کردند و با این گویا قمع و نابودی مخالفان به پایان می‌رسید. ولی و این کار را خاتمه می‌پنداشتند. اما چون تصمیم گذراندن این پلنیوم و حضور همه آنهایی که می‌خواستند بازداشتشان نمایند وجود نداشت و زیرا ریاست و بزرگان این حزب از دسیسه و از شیطنت
این یعنی که مرد خائن آگاهی داشتند و این پلنیوم رو حتی نگذاشتند که یعنی که شروع شود. در حال در این مرحله تیزاندند. این کاری که میخواستند انجام دهند مرحله را یعنی که براهای تیزانیدن آغاز کردند و بازداشت و زندان کنی ها را قبل از منع فعالیت هنیب دقیقاً آغاز نمودند و سپس آن را با یک قرار ممنوع و اتهام تروریسم و اکستریمیسم را تمغه زدند که واقعاً خیلی عمل احمقانه و از دید و درک سیاست فرسخ‌ها دور آن را میتوان نامید. روز به روز نام کشور در رده دهگانه پایان ترین کشورهای عالم یعنی شامل گشته ایستاده است. حتی از آخر تاجیکستان کشوری یعنی که از آخرین کشورهای این یعنی لیست یا این قائمه یا این کشورهایی که واقعا هم زیر یعنی که سخت‌ترین حالت قرار دارند کشور ما وارد گشت. حتی از آخرین کشورهایی که میتوان چهارم کشور تاجیکستان نامید و کشور افغانستان که از آن همیشه هراس داریم و کشور ما چندین زینه پایانتر از افغانستان حتی قرار دارد. این است پیشرفت و سیاست خردمندانه که گوش شهروندان کشور را با صدا و سیما کور کرده اید و کر کرده اید. شما هیچ راه جز استعفا و آنچه دزدیده اید به این ملت بازگردانید و یا لااقل آنچه دزدیده اید بگیرید و این کشور و ملت را از چنگال آهنین خود رها کردن دیگر راه ندارید. این کشور را به صاحبان اصلیش سپارید و از این بیشتر به جانهای خود جبر و ستم نکنید. هیچ صابون شما را پاک نمی کند و پاکشویی نمی کند. هیچ برآمد و هنگام سازی های زیبای، هیچ تیتول و مقام های ساخته و بافته، هیچ اوانگرد و میتینگ های نزد سفارت های، هیچ تهدیدها و ملت را خائن خواندنهای غلطتان و هیچ فاندهای برای دزدیهای نوبتی که در سالهای آینده ترددش را دارد و هیچ ایدهای وحدت و زردالو و کدو و کرتاشکه و اصل و چپاتی شما را در نزد این ملت دیگر سفید و پاک و منزه نخواهد کرد. شما فکر نکنید که این ملت اسیری داخل در پنجه آهنین شما قرار گرفته و خاموشند. این علامت رضایت آنها نیست. والله این علامت رضای آن ملت مظلوم تاجیک نیست. این خاموشی است که قبل از طوفان و موج ناراضی های است که عنقریب با چشمه های سر خود آنها را خواهد دید. الله مهلت می دهد. الله یمهل، خداوند مهلت می دهد، ولی الله هرگز بے پروا نیست. آنچه به این بندگان مظلوم و با دفاعش کردید و میکنید و کرده ایستادید، البته با حالتهای خیری چشم داشته که دارید آن را حتما خواهید دید. آنگاه فرزندان این ملت هم در ارتش و هم در مقامات امنیتی و هم در مقامات و وزارت هایی که شما خودتان آنها را تشکیل کردید و آنها را با این وظایف مقرر کردید، دیگر با پدران و مادران خود با مقابله نخواهند پرداخت و برای دفاع یک عائله جناب شما پدر و مادران خود را نخواهند کشت. آن روز بدون هیچ شک فرا خواهد رسید و روزی خیلی سنگین خواهد بود برای شما. البته دیگر با شما اصلا پس از این خیانت های سنگین و نابخشودنی صلح و مذاکره و گفتگوی اصلا در قاموس هیچ انسانیت و عقل سالم جای نخواهد داشت. چرا با دعوت کردن مخالفانتان در این اواخر شروع کردید و کمر همت گویا بستید که مخالفان را گویا به کشور وارد سازید و با این عمل گویا میخواهید به چشم مردم دوباره خاک باشید که اینها دوباره پشیمان گشتند و برگشتند. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در این سوره آیت تلاوت شده در سوره انفال آیت 58 چنین میفرماید اگر میدانی که گروه در پیمان خیانت می‌ورزند با آنان اعلان کن که بین من و شما پیمان دیگر باقی نمانده است. یعنی هر دو گروه دانند که بینشان
پیمان دیگر وجود ندارد. مانند خودشان عمل خواهی کرد ای محمد. و این خطاب به امت محمد هم داخل دارد، زیرا خدا خائنان را دوست نمی دارد و بزرگترین خائن این ملت، بزرگترین قاتل این ملت، قاتل برومندترین فرزندان این ملت توی امام علی. و این را هرگز فراموش نکن که حتما با اون خونه که آنها را آغشته نموده ای، اگرچه ما تو را با اون خون آغشته هم نکنیم، در نزد محکمه الهی حتما جواب میگویی، در نزد محکمه این ملت هم جواب خواهی گفت. چرا پس از این همه خیانت و جیانت و جنایت هایی که انجام داده ای ناشرمیده باز عید وحدت ملی را جشن میگیری؟ با کدام عقل، با کدام پیندار، با کدام درایت، با کدام یعنی عقلی که انسان دارد و الله برای اون این عقل را کمال انسانیت میگوید و داده است، با کدام عقل تو میخواهی که این عید وحدت را 21مین یعنی که جشن بگیری و برای جهانیان گویا اعلان کنی که من عید وحدت را در کشور یعنی که پیشواز میگیرم؟ من جشن گرفتن وحدت ملی را یک جنایت نابخشیدنی میدانم و تجلیل این سنه را توهین به این ملت و مقدسات این ملت میدانم. یک شخص نیست از جناب خائن امام علی بپرسد شما با کی وحدت و صلح کرده اید؟ آنهایی که همراهشان صلح کردید چرا توسط شبکه‌های تلویزیونی کشور آنها را خائن و نفرینشان میخوانید؟ اگر آنها خائن بودند پس چرا این سنه را جشن میگیرید؟ اگر شما با خائن صلح کردید و وحدت کردید و در نزدشان بازانو نشستید، بابای داملو گفته رفته نزدش رفتی و با اون صلح کردی و او رو آوردی با 5 مرحله های مذاکره و با کرملین رساندید به نزد خواجه هایی که اونها یعنی که تو را در این مقام نگاه داشتن و تا به حال دارن نگاهت میدارن، چرا نزد آنها اون بابای داملو را گرفتی بودی که تو با تو صلح کنن؟ آنچنانه که شما در شبکه ها به نمایش میگذارید که گویا همه آغاز جنگ شهروندی را مخالفان اسلامی آغاز کردند، مگر در آن سازشنامه صلح که امضا کردید یک بندش اوفی همه مخالفانی تا این سنه یعنی 27 ایون از هر دو طرف آیا صورت نگرفته بود که هر شخصی که تا 27 ایون هر کار انجام داده بود اون تا امروز دیگر عفو و بخشوده شده است و موردی بخشش باید قرار می گرفتند؟ پس چرا ناشرمیده آنچه کردید و کردند را پس از آن باز به نمایش میگذارید و این صلح را محض خودتون زیر سؤال قرار می دهید؟ آیا عملهایی که انجام می دهی یا مشاورانی که برایت مشورت می دهند آیا لااقل تو که عقل نداری آنها عقل ندارند که کارهای داری انجام می دهی که در قاموسی هیچ شخصی عاقل و در هیچ یعنی که پلان سیاسی وجود ندارد چنین طرحه؟ از این عملکردهای شما معلوم و هویداست که از آغاز صلح نیت خیانت را در سر داشتید و سال 2015 چنانه که قبلا تذکر نمودم آن فکری خیانت را عملی نمودید. آخر شما وقتی وحدت ملی نام گذاشتید حتما این وحدت با طرف یا گروه صورت باید گرفته باشد. وقتی شما وحدت میگویید، وقتی شما صلح میگویید، وقتی استقرار و یعنی که پایداری صلح امضا کردید، قانون به تصویب رسید در کرملین و دست دادید، در فرهنگ مردم ما دست دادن چی است آقای امام علی؟ یا شما همسر ندارید یا که همسر که دارید اون دیگه برای شما همسر نیست؟ وقتی شما دست دادید این دست دادن چی معنا دارد؟ چرا امروز در جشن وحدت ملی طرف دیگر صلح با شما این عید را جشن نمیگیرند و در یک محفل با شما قرار ندارند؟ مگر آنهایی که با شما صلح کردند از سیاره دیگر بودند و با آنها صلح کردید و دوباره پس از انجام صلح با آن سیاره که در این عالم وجود ندارد برگشته رفتند؟ چرا عنوان اساسگذار صلح و وحدت ملی که محض از این سنه 27 ایون گرفته شده است تا سال 2015 چنین عنوان را شما نداشتید و محض پس از این سال این عنوانتان پیدا گشت؟ از امضای سازشنامه 21 سال گذشت، پس از آن به یادتان آمد که شما اساسگذار صلح و وحدت ملیه؟ یا برای روپوش کردن خیانتتان با آنهایی که این سازشنامه را امضا کردید این عنوان را به خودتان اختصاص داده اید؟ این گونه سوال ها باور کنید خیلی زیاد در سر من یعنی که خطور میکند و باوری کامل دارم که هر یک فردی با شعور و با ننگ و ناموس این ملت،
هر یک عالم دین و هر یک شخص زیایی این ملت چنین فکرها را در سر دارد. این گونه سوال ها باور کنید آنچنان زیاد است که اگر خواسته باشیم این برنامه های 30 دقیقه‌ای و 1 ساعتی برای ما کفایت نمیکند. چرا از صدا و سیمای کشور صدا میدهند و از همه جنایت ها پرسیده خواهد شد و آن چیزهایی که در صدا و سیمای کشور امروزها برای تهمت و برای یعنی که بازداشت های دروغین، برای تهمت های دروغین، برای رفتن به خانه های مبارزان، برای همه اعمالی که شما دارید انجام میدید در نزد این ملت و محکمه این ملت حتما شما جواب میگید. عنوان های دروغینه که هیچ چسبش و ربطه با شما و از نزدیک نه از پهلو و نه از دور به شما ندارند از شما سلب خواهد شد و به محکمه عادلانه بدون ظلم حکم شما حتما صادر خواهد شد و آن روز دور نیست. آن روز شما را دیگر کسی نه پیشوا نه اساسگزار صلح و وحدت و نه جناب عالی میگویند، بلکه شما جنایتکار و به خاک و خون کشنده این ملت و قاتل برومندترین فرزندان این مردم و این مرزبوم هستید و به شما خائن خطاب خواهند کرد. هر یک فرد این ملت آن روز تاریخی را به صبرانه انتظار است و لحظه شماری می نمایند. انتظروا انی معکم من المنتظرین، چنانه که الله ما اینا گفته است. ما با اون الله یگانه باور داریم. اگر ما کشته شویم ملت به کلی کشته نمی شود. اگر ما برای گفتن سخن حق کشته شویم ملت و هرگز ملت از بین نخواهد رفت. این هرگز از یاد نبرار، این را هرگز از یاد نبرار که اگر ما کشته شویم ملت را با کلی نمیتوانی از بین ببری. و الحمدلله هر سال 200,000 این ملت زیاد شده ایستاده است و در 5 سال 1 میلیون می شود. اگر من کشته شوم پس از 5 سال 1 میلیون محمد اقبال انشاءالله تولد می شود. 1 میلیون. به همین خاطر روز بر روز صف مخالفان شما و ناراضیان از این حکومت استبدادی در افزایش است. یک فرد این ملت آن روز تاریخی را به صبرانه انتظارند و لحظه شماری می نمایند. اگر شما با این عملهایی که دارید ادامه دهید پس بدانید که شرمندگی ننگین شما را انتظار است. ما در عالم و دولت ها میبینیم که ملت ها در خود چنین افراد خشین و دیکتاتور و ظالمی را داشتند و تا به حال هم بعضی ها دارند، ولی آنها یا به فرجام حکومتشان رسید و با محکمه عدل ملی آنها و آن ملت ها و کشورها یعنی گرفتار شدند و آن ملت ها و ملت های عالم دنیا هم چنین خوناشام های دارند. و البته ما تنها نیست که در ما چنین یعنی که شخصی دیکتاتوره باشه. پس از استادگری همون ملت ها و مقاومت و سکوتشون رو هم دیدند، سقوط حکومت هایی که آنها را استبداد و ظلم میکرد. پس از استادگری آن ملت ها حتما سقوط حکومت های مستبد را دیدند. ملت تاجیک هم آن لحظه های نکو را سال هاست در انتظارند و برای دیدن آن حق کامل هم دارند. من در این سفری که شما با استراوشن انجام دادید، هنگامی که منبع های ما برای ما آگاهی میدهند، شما وقتی که با یعنی که نواحی سوخت سفر کردید و دیگر میشرمید که به منطقه های شرق کشور سفر کنید، دیگر به منطقه های جنوب کشور شرم دارید، برای که شما محض شرق را کشتید و جنوب را کشتید. جنوب و شرق کشور از دست شما خانواده وجود ندارد که بدون مصیبت و بدون یعنی که آزار از دست شما و از دست جنایتکاران سلاح به دست شما یعنی که آسوده باشند. وقتی که سبحان الله ببینید منبع چی میگوید. امام علی قبل از این که به ناحیه استراوشن سفر کند، افراد مسلح وارد مسجد ها گشتند. اولین جایی که امام علی میترسد این مسجد ها هستند. اوی جناب خوناشام، آخر دیگر در استراوشن عالم وجود ندارد که به شما تهدید کند. آخر دیگر در استراوشن عالم وجود ندارد که برای شما در مقابل شما استادگری کنند، به مانند سالهای 95 که در مقابل استبداد شما استادگری کردند و
شما را نشرمیده از اون شهر بیرون کردن. شما افراد مسلح را وارد مسجد ها نمودید تا اینکه پدول ها، تا اینکه مسجد ها را کاملا از نظر گذرانند و چرخبال ها از بالا نظارت داشتن رفتی کافتوکاب اسکران را تا مبادا اسکر از داخل خیانت نکند و شخص اونجا گویا از داخل مسجد به شما ترکت یا که به شما سوء قصد انجام میدین. او شما اینقدر از مسجد چرا میترسید؟ شما از مسجد و از مسلمان ها چرا میترسید؟ شما چند بارها تکرار کردید من فرزندی مسلمانم. فرزندی مسلمان از خانه اللهش نمیترسد. من وقتی که این خبر را شنیدم باور کنید یک نمود احساس برای من پیدا گشت که گویا در شما ایمان، قطره از ایمان مسلمانی وجود ندارد. شخصی من اگر کشته شوم در مسجد الله برای من هیچ مشکلی نیست، ولی چرا شما از مسجد میترسید؟ چرا یعنی که افسران را یعنی خواستید که به مسجد فرستید و از چرخبال ها به بالا نظارت کردید تا اینکه مسجد ها کفته شوند و تا کسی از داخل اون مسجد ها به شما ترکت یا کشتوی قصد نکند؟ مگر این شرم نیست؟ مگر از این عمل هایی که شما انجام داده ایستادید و سفر شما به شمال کشور رو من یک مضحکه و یک تحقیر و یک توهین و یک بی‌قدر ساختن این ملت یعنی میدونم. اصلا شمال تاجیکستان در این جنگ ها الحمدلله که از دست شما یعنی که نه اون جنگ شهروندی را دیدن، با فهم و درایت و ذکاوت مردمی یعنی شریفی سوخت، ولی هر چی که شما ظلم و ستم کردید به شرق و به جنوب کشور با همان محض دنغره که شما زاده آنجا هستید، چقدر ناراضیان از اون دنغره یعنی که وجود دارد مقابل این حکومت شما. سوگند به خدا افسران را میدانم که میگویند من اگر کار انجام شود در تاجیکستان که اونها هم دارای مقام و منصب های بالا در نزد شما هستند، اولین شخصی که مخالف این حکومت هستند من است. میگویم اونها ظلم شما را دیدن، آنها ظلم شما با این ملت و با این مردم دنقره را دیدن. پس شما چرا خود را اینقدر شرمنده دارید در نزد این ملت؟ دیگر بس است. بهترین راه برای شما استعفا نمودن. دیگر این 26-27 ساله که حکومت دارید و فکرم کافی است. این دیگر سال 22 وحدت را ان شاء الله تمنا داریم از الله که بدون شما این عیدی یعنی که وحدت را گذرانیم، اگر چندی که دیگر عیدی وحدت ما نداریم و اون سنه که ما با وطن برمیگردیم و شما استعفا می نمایید و در نزد محکمه ملت جواب میگویید، اون روز رو ما روز عید اعلان میکنیم و اون روز رهایی ملت تاجیک از استبدادگری اجنبی نه، از استعمارگر نه، از یک عائله که به این ملت سالها ظلم دارد. نه تاجر از دست شما آزاد است، نه سیاستمدار، نه ملا، نه دهقان، نه دکتر، نه معلم، نه یگان نفر از دست این شما و عائله شما در کشور نفس آزاد ندارد. آخر به خود آید از خدا ترسید. اگر شده که از خدا شما نمی ترسید، وجدان هم ندارید. نمیدانم شما را با کدام مقدساتی که شما با اون باور دارید شما را با اون یعنی که بر بگردانم تا اینکه با اون مسئله بر بگردید و این یعنی که مضحکه که دارید سر این ملت اون به انجام برسونید. خوب انشاءالله وقتی برنامه ما به پایان رسید، انشاءالله در روزهای آینده در مورد خیانت ها و در مورد بعضی مسائل دیگر انشاءالله که با شما صحبت می نماییم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.